همچنان نیاز شدید به کارکنان متخصص و ماهر داره. در رشته‌های مختلف تحصیلات عالی داشته باشند یا اوسبیلدونگ گذرانده باشند. حتی به خاطر تسهیل این روند، شرایط دریافت ویزاهای تحصیلی و گذراندن اوسبیلدونگ را هم ساده کرده. افراد میتونن به آلمان بیان به تحصیل یا برای اوسبیلدونگ، اما شرایطش آسان نیست و مشخصات خاص خود داره. دقیقاً اولین چیزی که باید بدونیم اینه که واقعاً شرایط گرفتن ویزای تحصیلی یا ویزای کاری و اوسبیلدونگ راحت نیست، اما کماکان خیلی از افراد میتونن اقدام کنن براش و ما هم امیدواریم که ویزا بگیرن. اگر که فکر میکنید واجد شرایط هستین و اگر سوالی دارین در مورد شرایطش یا اینکه چه اقدامی باید انجام بدین، به ما مراجعه کنید. هم اطلاعات خوبی در وبسایت هندبوک جرمنی هست، هم ما میتونیم در پلتفرم مشاوره Together in Germany به سوالات خاص شما جواب بدیم.